خب آقا این لوله کشی استخر تموم شد. این تراز لیزریه که روشنه. خط سبز تراز اگه ببینید تو آکس لوله، سراسر آکس لوله این خط سبز هست. میبینید این خط سبزی که پشت زانو افتاده همجوری داره میره وسط سرا افتاده. این خط تراز لیزریه. این خط با آکس اسکیمر برابره، یعنی با تراز بسته شده. اینم آره روی اسکیمر حالا خط تراز نشون میده. اینم دهشمونه، 3 تا فوت استخرمونه که اومده. لوله های کفیمون گرمایش 6 تا، دهش گرمایش 6 تا، کفشور 2 تا اونور، یه دونه اونور. اینم اسکیمرمون. خط تراز اسکیمر رو ببینید.